در دانشگاه مجسمه سازی خوند و توی دانشکده هنرهای کاربردی بوداپست استاد معماری شد. چون میدید شاگرداش توی حل بعضی از مسائل سه‌بعدی مشکل دارن، تصمیم گرفت روش جدیدی ابداع بکنه. اون تکه‌های چوب رو به صورت مکعب برید، رنگامیزی کرد و با بندکشی به هم وصلشون کرد و بعد از اون طوری مکعب رو چرخوند که رنگ‌های مختلف کنار هم قرار بگیرن. بنا به محاسبات ریاضی اگه توی هر ثانیه 1000 شکل متفاوت از این مکعب رو ببینیم 1300 میلیون سال طول میکشه تا همه شکل‌ها رو ببینیم. اما ارنو توی 1 ماه معمایی که خودش ابداع کرده بود و حل کرد و طوری مکعب رو چید که توی هر طرف یک رنگ مشاهده میشد. اون فکر کرد این میتونه یه اسباب بازی جذاب باشه، اما قانع کردن یه شرکت اسباب بازی برای ساخت این مکعب اصلاً کار ساده‌ای نبود، چون هیچ نوری نداشت، نمیچرخید و هیچ تیری هم شلیک نمیکرد. فقط ساعتها نشستن و فکر کردن بود. مکعب روبیک به محبوب ترین اسباب بازی توی جهان تبدیل شد. به تخمین از هر 7 نفر 1 نفر با اون بازی کرده. حتی مسابقات حل مکعب روبیک راه اندازی شد. مکعب‌های روبیک نسل در نسل به نوجوانان الهام بخشیده تا دنبال حل معما و مسئله و کشف پاسخ برن.